زنی سه مرد را دید که بیرون از خانه‌اش ایستادند. از آنها پرسید آیا دوست دارید وارد خانه شوید؟ آنها پرسیدند آیا شوهرت در خانه است؟ او پاسخ داد نه. مردان گفتند پس نمیتوانیم وارد شویم. وقتی شوهرش به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد. شوهرش گفت برو از آنها دعوت کن تا به خانه ایمان بیایند. زن به سمت آنها رفت و دعوتشان کرد. یکی از مردان پاسخ داد ما نمیتوانیم با هم وارد شویم. زن پرسید چرا؟ مرد اول گفت من ثروت هستم. مرد دوم گفت من بخت هستم و مرد سوم گفت من عشق هستم. شما فقط میتوانید یکی از ما را انتخاب کنید تا وارد شود. شوهر گفت بیایید ثروت را دعوت کنیم، اما زن گفت بیایید بخت را دعوت کنیم. فرزندشان گفت بیایید عشق را دعوت کنیم. همه با نظر او موافقت کردند و زن مردی را که عشق نام داشت دعوت کرد. در همین هنگام دو مرد دیگر نیز به سمت خانه حرکت کردند. زن متعجب شد و گفت من فقط عشق را دعوت کردم، چرا شما دو نفر نیز همراه او میایید؟ مردان پاسخ دادند هر جا که عشق باشد ثروت و بخت نیز همیشه همراه او خواهند.